توجیکان در آینه تاریخ. صحیفه توجیکان در آینه تاریخ از روی اثر پیشوای ملت محترم امام علی رحمان تهیه می گردد. تاریخ را برای آن می آموزیم که از سرگذشت پر افتخار و عبرت آموز نیاگان آگاه شویم، سبق گیریم و این دانش‌ها را در ترتیب دادن نقشه معینی رشد امروز و فردای دولت و ملت کاربست نماییم. ادامه صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ از موضوع نخستین قاموسنامه نیاگان. از همین قسمت‌های رسیده اوستا نیز بزرگی و محتشمی، پرواز بلند تفکر در لباس بسا عادی و زمینی جلوه دادن حکمت و فلسفه آسمانگیر احساس می شود. ستایش و نیایش به آفریدگار در پاره‌های اوستا بعضاً تا اندازه صمیمی و بدل نزدیک است که حتی عکس صدای سرودن، توبه و ندامت نمودن و از پس عفت و پاکدامنی رفتن پیروان آیین زردشتی بر اعلا احساس می شود. هر کدام این کتاب ها چون دردانه است که ما را به گذشته های بسا دور می برد. از ایمان و اعتقاد، نیایش و پرستش و مناجات و دعاهای نیاگان ما در ذکر اهورامزدا و یاوران وی مواد بسا جالب می دهد. اوستا با نسخه های پیشین و پسین و متن های کهنه و نو با پاره های منظوم و منصور و سلسله سروده های گرانبهایش مثل بازیافت های خزینه امودریا صحیفه های ناروشن تمدن نیاگان ما را برایمان می کشاید. شاید بعضی بگویند که چی نسبت است میان اوستا و خزینه امودریا و چیسان می توان این دو یادگاری از هم فرسخ‌ها دور را پهلوی یکدیگر گذاشت. اوستا قاموس است که از دوران ولادت تا دم مرگ نیاگان ما را راهنمایی میکرد. برزگران سرود و آیت‌های اوستا در لب بر زمین دانه میکشتند و با مراد میدرودند. صاحبان چارپا و ستور از ایزیدان نگهبانی و افزودن رما و گله‌هایشان را تمنا داشتند. هنرمندان و کاسبان آلیهه‌های مقدس را بر تن گل و گچ و تلاوار و فلزات تصویر نموده از روح آنها یاوری و مددگاری می‌جستند. سرلشکران و سپاهیان گیمن‌ها و حماسه‌های جنگی بر زبان به دشمن حمله می‌آوردند و از ایزیدان فتح و ظفر می‌خواستند. پادشاهان و تاجوران با توبه و ندامت خود را به پناه اهورامزدا سپرده تنجی و آسایش ملک را می‌طلبیدند. موبدان و کاهنان از پند و حکمت‌های این کتاب مقدس وعظ گفته پیر و جوان را سوی طریقت پندار نیک، گفتار نیک و رفتار نیک هدایت می‌نمودند و کل پیروان طریقت زردشتی وابسته به رسم و آیین در دوام سال و ماه و هفته و روزهای مقرر گشته به آتشکده و معبدها و پایگاه‌های مقدس رفته به شرف اهورامزدا و ایزیدان یاور وی نظر و نیاز می‌کردند، مراد می‌طلبیدند، کوشایش کار می‌خواستند و شبهه‌ای نیست که خزینه امودریا از نظر و نیاز پیروان این طریقت خیر و پاداش پادشاهان، شهریاران و پیشوایان ملک و لطف و احسان نمایشکارانه کشورکشایان اجنبی گرد آمده بود که می‌خواستند با جلوه مقدس داشتن خدایان و ایزیدان کش زردشتی دل معتقدان را ربوده حکم خود را در این کشور واجب دارند. اگر خزینه امودریا از قضای تاریخ دست به دست گذشته از چشم تنگی های جاه پرستان به غارت رفته و شکسته و کاسته تا موزه آوازدار بریتانیا رسیده باشد، اوستا نیز از غایت کوتاه اندیشی و بی‌فرهنگی کشورکشایان یا از روی غرض نابود ساختن این کتاب مقدس و با همین راه مطیع و فرمانبردار نمودن نیاگان ما بارها به یغما رفته و سوخته و به دریا فکنده شده است. اسکندر عالمگیر نیز نسخه های نادر این کتاب مقدس را ساخته، لوحه های طلایی و متن های زرندود اوستا را که بر 12,000 پوست گاو دباغی شده بر زر نوشته بود به سرزمین کوچک و نظرناگیر خود انتقال داده باشد هم قسمت ناسازگار چندان به او وفا نکرد. لشکرکشی که هنگام نورسی
дар орзуи доштани як ҷавшану сипари тиллоӣ буд, нисфи ҷаҳонро гирифта дар даҳҳо ҳазор хачиру аспу шутур ва аробаҳои маҳкаму сандуқҳои фулӯзӣ, ҳайкалу муҷассамаҳои тиллоӣ, зеваролоти гаронбаҳо, ашёҳои нодири санъати нафиса ва осори тамаддуни ниёгони моро кашонид. оқибат дар поёни умр чунин васият намуд: маро ба тобуте ниҳед ва тобутро сурох кунед ва дастҳои маро аз он сурох берун кунед, каф кушода ва ҳамчунон баред, то мардумон бинанд, ки агарчи ҳама ҷаҳон бистудем, дастиҳӣ ҳамеравем. оре ин лашкаркаши мағруру шикастнопазир, ки дар тӯли 33 соли умраш нисфи ҷаҳонро гирифту 18 соли умри бебозгаштро ба ҷангу майдондорӣ ва кишваркушоиҳо бахшид, оқибат аз ин олами бевафо бо дасти холиву дили пурармон рафт. ва гумоне ғолиб аст, ки лавҳаҳои зарҳалини пӯсти барзагов бар асари ҳангомаҳои ворисони тоҷу тахт дар таҳхонаи хазинаи аз ёдҳо фаромӯш гашту дар кандану шикофтану хӯрдану бурдани навиштаҳои зарандуди Авесто селаи калламушҳо сабқат кардаву тӯйҳо оростанд. саҳифаи тоҷикон дар оинаи таърихро аз мавзӯи нахустин қомусномаи ниёгон рӯзҳои дигар аз барномаи Субҳи Тоҷикистон метавонед интизор шавед.